آخرین در برابر دسته استقلال برای به دست آوردن عنوان چمپیونی در موسم امسال مبارزه برد. ارتش و وقت باشد باز موقع خود را مستحکمتر خواهد کرد در صورت پیروزی. خب حالا با تو بازیکنان دسته روشن گریتسنکا وضعیت بسیار دشوار و گریتسنکا در این حالت نتوانست توپ را به هم دستش ارسال کند، اما ضربه رسانیده میتواند. حالا ادامه حمله دسته وحش، اولین حمله آنها و چگونه فرصت بود برای توحید تقوی‌زاده، اما ضربه پرتو جریمه‌گاه و امکانیت بسیار خوب. مخصومов ضربه اجرا می شود، اما تونی بیکاتال در روی خط دروازه این وضعیت رو برطرف میکنند. پرتو انجام می شود، ضربه با سر جانب دروازه آدم کوواچ. ضربه جریمه‌وی امکانیت برای دسته وحش و اینجا سرگئی یاورسکی. صلاح‌الدین ارگاشف ضربه این بازیگر و توپ راست به دست دروازه‌بان آدم کوواچ میره. زیموف ضربه نوزیموف و بسیار ضربه امکانیت دادن حمله برای دسته روشن. پرتاب شریدین بابویف استفاده کنند و همین طرح میشود. شادی مرادov حالا پرتاب جریمه‌گاه، امکانیت برای ضربه زنی ولی فرصت برای تیم روشن. حالا پرتاب جریمه‌گاه، امکانیت برای تیم روشن. بیاید میبینیم ضربه و چگونه فرصت بود و صدای اشتراکی داور رستم نورماتوف از انجام بازی دسته های روشن.